خدا سلام. خیلی جالب برای من که میام اینجا و خیلی غیر مترقبه منو دعوت میکنم آقای رفیعی اینجا. اولا قبل از هر کلامی خدمتتون عرض کنم که به علتی دیشب اتفاقی افتاده برای من. ممکنه یه چیزایی بگم که دست خودم نباشه. یکی از دوستان رفته بودم یه مغازه‌ای پوشاک لباس بخرم، شلوار میکنم و توی انتخابم مردد بودم که فروشنده شلواری رو من پیشنهاد کرد. من بهش گفتم آقا من اسکلم اونو بپوشم و میگفت که من خودم گفت بالاخره انتخاب با خودتونه. وقتی از پشت میزش اومد بیرون دیدم همون شلوار رو خودش پوشیده. من گفتم که برای اینکه خواستم جمعش کنم اینجوری اینستوری گفتم حالا بعدم نمیگید بدید من یه پروگرام کنم که کسی جلوی اون را جمعین میگن جامبو چی؟ بانجو جامپینگ افتاد و گفتیم که عجب چیزی. من اولین باری که این بانجو جامپینگ رو دیدم چند سال قبل با عده‌ای از دوستان دیگه بودیم و گفتم خیلی آدم باید دلیر باشه و شجاعت هست که از همچین جای خودش رو پرت کنه. بعدم ضریب امنیت در اینجا خیلی کمتر از کشور دیگه است که حالا اون کشش یا خرابه یا سخت مثلا مشکل داره. دیشب من اون سال من رقم 1,000,000 تومان رو به جمعی که بودیم گفتم هر کدوم از شما این کار رو بکنه من 1,000,000 تومان بهش میدن. هیچ کسی این کار رو نکرد و همه شاهد و نظاره‌گر بودیم و اون کسانی که میرفتن تعداد معدودی بودن و خیلی هم مردم بهشون میخندیدن، چون زمانی که طرف خودش رو پرت می‌کرد عرقده هایی میکشید و نعره هایی میزد و در هوا معلق بود، یک حالت افتضاح و ما میخندیم به حماقتش. میگفتیم چقدر تو باید واقعا آدم اسکلی باشی که همچین کاری کردی و الان هم در هوا معلق هستی، همچین سر صدایی از خودت در میاری. وقتی هم میومد رو زمین دیگه به حال خودش نبود، نمیدونست کجا باید بره، راه خونه‌ش رو نگاه میکرد از این و شلوارش رو در واقع میداد به فروشنده. آخر صحبت از مود اینا مگه بخواد بشه، میگفت بعضی از این پسرها رو نگاه میکنین خیلی جالبه. های رفت شما به عنوان کسی که تریبون دارین اینجا خوبی که به این نکته اشاره بکنید. این داستان قبلی خیلی کردم میخواید بحثش کنید به این صحبت همه بحث میکنم به همون ما به پرواز مفتخر بودیم، اضطراری فرودمان دادن، کاش در یک سقوط میمردیم جای عمری فرود در بنبست. حالا یک وقت از پرواز رو براتون میگم، داستان جالبی داره. وقت داری که دوست داری؟ بله. همه از بیکاران علاف همه میگفت که این همه در زندگی وقت اضافه داریم و بیکاریم و همیشه هم گله میکنیم از اینکه تو بیکاری علافی وقت کم میاره. خیلی جالبه داستان. آره گلم میخوام تو وقت اضافه گلم میخوام. یه شب که ما رفته بودیم، یاد اون شب چند سال قبل گفتم بچه‌ها گفتم که هر کی میپره من حساب میکنم، چون میدونم کسی این کارو نگید فکر کنه مثلا خیلی آدم مایه‌داری هستن. بودم من حساب میکنم اگه 75,000 تومانم پولش. یکی از بچه‌ها بود من انجام میدم. اون دو نفر دیگه گفتن ما انجام میدیم، اون تاشون وزنشون بالای 100 کیلو بود، تا 94 کیلو بیشتر اجازه نمیدادن برای پرواز. این یه نفر گفتم واقعا میپری بابا. رفتیم اونجا، بنده خدا ما رو شناخت، مثلا رفیق اینجا ما رو شناختن. دعوت می‌کنن اینجا، گفت به خاطر شما من با ایشون 40 تومن حساب میکنم. من حساب کردم گفتم عجب غلطی کردی، یه حرفی زدی من گرفت. گفتم حالا وسط راه پشیمون میشه ازش میگیرم. اومدیم دم پله ها، گفتن همراه کسی اجازه نمیدیم، هر کسی که میخواد پرش کنه همون باید بره. بعد اون بنده خدایی که نگهبان بود ما رو شناخت، گفت که آقا خیلی معروفم درسته؟ بیشتر شبیه دکتر علی شریعتی هستن. نمیخواد دست بزنه، چرا اولش خندیدی؟ در واقع من مسخره کرد درسته؟ بزرگی میگه هیچ وقت در زندگی کسی رو مسخره نکنید، شاید اون از شما مسخره تر باشه. رسول بنده خدا ما رو شناخت و گفت که آقا نمیذارن اما خب شما بفرمایید، ما سی دی شما رو هم دیدیم. 14 طبقه است، آروم برید نفستون میگیره تو راه. رفتیم و 2-3 بارم وایسادیم، واقعا از بس پله ها زیاد بود، 40 متر ارتفاع. نترس اینجا هستن. همشون هم سکوت محض، همشون هم اولین بارشون بود.
بعد من دنبال بودم از یکی بپرسم آقا شما قبلا انداختین خودتون این بالا چجوریه تجربهش وحشتش کیه چجوری همشون اولین بار و هیچ کم حرف نمیزد. من گفتم چقدر آدمای ریلکسی ان نگو اینا کپ کردن از ترس هیچی نمیگن اونجا نشستن باهاشون هم حرف زدیم بیشتر با لبخند و انتظار رو برده. خلاصه نوبت این 2-3 ماه شد و تو همین صحبت هیجان داره من خودم یه بار انداختم. باورتون نمیشه این که میگن گاهی اوقات آدم در یک کسری از ثانیه تغییر عقیده میدی. گفتم من فرق میکنم متاسفانه اونجا چون ترس قبلا از من دیده بودن که میان اون همه جمعیت خیلی من شوق داشتم آقا چجوریه من که نمیخوام من لوازم با هم ما گفته بودن تو با لوازم چطور اومدی بالا بعد نمیدار لوازم تو بدی چون جیبات خالی میشه دیگه زمان بالا تو برو پایین و تو که نمیخوای بپری. خلاصه من دیشب پرت کردم خودم میخندید اما اگر اونجا میبودید جای من گریه میکرد. باورتون نمیشه آقای رفیع زمانی که خودم رو پرت کردم که پرت نکردم اومدم پایین رو نگاه کنم گفت پایین رو نگاه نکن به چراغایی که تو کوه هست اونجا رو نگاه کن اونجا رو چیکار دارن میکنن مردم علکی اون تاریکی و چی داشت با من حرف میزد دیدم دستی بر پشت من خود من رو هوا. خانم آقایون باورتون نمیشه خون تو کله من جمع شدم داشتم میومدم پایین بودم این چه کاری کنم مردمی که نگاه میکردن فوش میدن بودم لعنتی ها به چی میخندیم اونا میخندن داد و فریاد خلاصه سرمون دیشتم. اما از پرواز و از سقوط و از مد و لباس